فراز قله‌های بلند امید را به فرد فرد شما تمنا میکنیم بیننده های عزیز و هموطنان نهایت صاحب احترام ما و درود و سلام گروه ایجادی برنامه دنیا پر از جوانی است را از تلویزیون سفینه بپذیرید. سلسله برنامه دنیا پر از جوانی است روی اکران های شما و طول چند دقیقه با شما هستم. من سید انوری بابا جان. دوستان عزیزمند، ما تصمیم گرفتیم گروه ایجادی برنامه که این هفته اطراف موضوع سهم دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان در آماده کردن متخصصان در رشته اقتصاد یک برنامه تهیه بسازیم و دعوت نمودیم یک زمره دانشجویان و آموزگاران و نماینده های دانشگاه را که اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. من قبلا حضور هر کدام شما را خیر مقدم میگویم. به تلویزیون سفینه صفا آوردید و امیدوارم که اطراف این موضوع اطلاع های درست، صحیح و درکاری را برای بیننده های ما شما پیشنهاد خواهید کرد. خب دیگر از نام موضوع معلوم است. بید نخست بابت سهم دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان در آماده کردن متخصصان در این رشته را بیان می‌سازیم و بعداً به دیگر سوال‌ها ادامه خواهیم داد. عین زمان دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان متخصصان را در سمت چخل شما درست گفتید در رشته اقتصاد و مالیه برای دلخواه ساحه‌های اقتصادی ملی تیار نموده ایستاده است و عین زمان گفتن ممکن است که در دانشگاه ما زیاده از 46 اختصاص عمل میکند که آنها در بعضی 6 فاکولتت وابسته شده‌اند. اینچنین در دانشگاه ما 19 کافدرهای تخصصی و اینچنین 8 کافدرهای عمومی دانشگاهی عمل میکنند که در آنها البته پروفسوران، نامزدان علم، دوسنتان، معلمان کلان، اینچنین اسیستنتان و متخصصان کسب و کار ساحه‌های گوناگون نیز برای خواندن لکسیا‌ها، گذاشتن مشورت‌های علمی، نشست‌ها و آخر عموما در سمت تیار نمودن همین جوانان و دانشجویان به کسب و کارهای گوناگون جلب گردیدند و گفتن ممکن است که عین زمان زیاده از 20 پروفسور، دکتران علم پروفسوران و اینچنین زیاده از 150 نامزدان علم دوسنتان به دانشجویان درس میگویند و به خاطر باز هم نظریه رو با عملیه پیوست کردن بیشتر کافدرهای دانشگاه ما متخصصان رو از وزارت اداره‌های داخلدار نیز برای خواندن لکسیا‌ها و گذراندن سمینارها دعوت می‌نمایند. سال گذشته اگر خطا نکنم بیشتر از 70 نفر دانشجویان ما با دیپلم اعلی دانشگاه را ختم نمودند. این هم البته از اون شهادت می‌دهد که استادان ما، اون نفرانی که در دانشگاه ما درس میگویند، البته با بچه‌ها کاری خوب هم انجام میدهند، معلومات ضروری را دسترس می‌نمایند و اونها همین دانش‌های زمانوی را از بر کرده با دیپلم اعلی دانشگاه را ختم کردند. تشکر. ببینید مثلا از بابت سهم دانشگاه یک کم گفتید، مثلا آموزگاران بالای خط هستن، پروفسورها هستن، نامزدهای علم هستن. طبعا میدونیم شرط شرایط ها هم خوب است برای علم آموختن و من میخوام یک چیز دیگر را بفهمم که برای آماده کردن یک متخصص اقتصاددان آموزگار باید چیکار کند؟ نفرانی که در دانشگاه تعلیم میدهند چیکار کند؟ یعنی از کدام رویه و اسلوب و طرزهای استفاده ببرند که واقعا یک متخصص آماده شود که آینده با اون جامعه نیاز پیدا کند، آینده با او مثلا در سمت کار نیاز پیدا شود. در همین مورد میخواهم. در حقیقت امروز وقتی سخن در باره سهم دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در رشد اقتصادیات ملی و تیار کردن متخصصان می رود، باید ما قید نماییم که و به سهم بیننده، به سهم داوطلب باید رسانیم که واقعا ما شرایط ارزنده داریم و ما در رشته های گوناگون از جمله 6 فاکولتتی داریم که متخصصان را در سمت گوناگون تیار میکنیم. در رشته اقتصاد، در رشته اقتصاد، رشته گمرک، رشته حقوق در سمت اقتصاد و غیره. اگر دانشجویی که خواهد در آینده متخصص ساحه حقوق در رشته اقتصاد، متخصصی تامینات حقوقی فعالیت گمرکی، متخصصی منیجر راهبر بهترین اگر تحصیل کردن خواهد، ما فاکولتت منیجمنت و حقوق اقتصادی داریم که اختصاصهای گوناگون را دارند. در اونجا مثلا اگر در سمت حقوق شناسی گیریم که خصلت متخصصان حقوق شناس با دانستن اقتصاد تیار میکنند، مثلا حقوق اقتصادی،
تنظیم حقوقی مالیه و قرض، تامینات حقوقی فعالیت گمرکی متخصص تیار میکند. اگر متخصص خواهد در رشته مناسبت‌های بین‌المللی اگر تحصیل کردن خواهد، ما فاکولته مناسبت‌های اقتصادی بین‌المللی داریم. اگر در رشته فعالیت صاحبکاری، تأسیس کارخانه‌ها که امروز البته سخن درباره رشد صنعت‌کنونی مملکت می‌رود که هدف چهارم استراتژی مملکت رو پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان هدف صنعت‌کنونی مملکت اعلام کرده و در این زمینه متخصصان رو وابسته به در عمل تطبیق نمودن هدف مذکور دولت حکومت جمهوری اسلامی ما فاکولته اقتصادیات و بیزنس داریم. در این سمت میتوانند متخصص آماده شوند. ببینید برای تیار کردن یک متخصص گفتم البته چیکار باید کرد؟ یعنی ما متخصص تیار کنیم که اقتصادچی و مالیاتچی خوب باشد و همه کارگاه، کارخانه، اداره است، وزارت است به وی نیاز داشته باشد. برای این از دیدی همین گونه صاحب کار، از دیدی همین گونه راهبری کارخانه متخصص باید تیار کرده شود در شرایط امروزه. برای این دانشگاه با تمامی کار تامین کنندگان همکاری های خوب دارد. حالا من برای هم گفته میتونم که کافدرهای دانشگاه ما در زیاد از وزارت و اداره ها و کارگاه و کارخانه ها کافدرهای بازوی خود را کشیدند و همکاری های خوب هم دارند. مثلا در سمت همکاری با کمیته گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همکاری با کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، با وزارت مالیه، با وزارت رشد اقتصاد و سودا و با مانند همین وزارت اداره ها و کارگاه و کارخانه هایی که طلبات امروزه ساحه رو که اونها نیاز دارند و ما متخصص با اونها تیار میکنیم، البته با اونها همکاری خوب داریم و در برنامه های تعلیمی، در تیار کردن همون سیلابوس ها موضوع های جای کرده می شود که نیازی همون کارگاه و کارخانه باشد. یعنی امکانیتی هست که امروز هم با دانشگاه، هم نظر دانشگاه و هم نظر کار تامین کننده رو باید ما دیده گیریم. چون که آنها چی میخواهند و ما جوان امروز را کسب آموز امروز را از نگاه اینا چگونه تیار کنیم. بازار اقتصادی چی میخواد؟ البته بازار چی میخواد به همین مضمون ما متخصص تیار میکنیم و پیشنهادی آنها میگردونیم. شده که اینجا استادا قید کردن در برابر مثال تامین مودیل تکنیکی، تامین با کادرهای بالای قد، من فکر میکنم که تهیه درست نقشه تعلیمی نقش مهمی باشد برای آماده کردن دانشجویان. چون که امروز باید ما نگاه کنیم که در بازار مهنت ما در سطح مثال میگیم جهانی برای آماده کردن متخصصان ساحه‌های علاهیده باید کدام فنها بیشتر خوانده شود. یعنی علاقه‌مندی بین فنها در اینجا در کار. مثلا بگیریم من که خودم استاد فاکولته تکنولوژی اطلاعاتی در اقتصادیات دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان میباشم، ما نقشه‌های تعلیمی را بیشتر نگاه میکنیم. همین خیلی آماده کردگی هستیم که دیل خوفانه که ما با دانشجو در میگذاریم همین خیلی پای در پای دارد. اول نظریه، همین برابر هر یک موضوع نظریه و قسم عملی آن را با همین استفاده از فرمول‌های متمتیکی و در نوبت خود تطبیق آنها را در تکنولوژی اطلاعاتی. یکی افضلیت‌هایی که برای تیار کردن کادرهای بلند اختصاص این است که در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در اساس استراتژی رشد دانشگاه مکتب‌های علمی و استفاده قرار داده شده است. مکتب‌های علمی را سروری می‌کنند از مؤسسه‌های اینستیتوت‌های یعنی اینستیتوت‌های علمی تحقیقاتی استحصالی. ما می‌توانیم نامبر کنیم که یکی از مکتب‌های علمی این سید مراد لطف‌الله حبیب‌اللهیچ میباشد، استاد ما شریف رحیم‌زاده میباشد، مخصوصا راهبر دانشگاه دولتی مخصوصاً مخصوص مکتب علمی دارند محترم عبدالعلیم‌زاده حکیم‌بک عبدالعلیم که کارهای علمی تحقیقاتی یعنی مشکلات‌های اساسی ساحه‌های مختلف اقتصاد کشور در آن میدان علم بررسی و تهیه می‌شود. تهیه شده در یک مجموعه چاپ شده به سهم دانشجویان پیشنهاد کرده می‌شود. چطوری که استادان درست قید کردن، سری وقتی قید کردن، همین مشکلات‌های ساحه در انمی کارهای یعنی برنامه‌های کاری یعنی سیلابوس ها درج کرده شده است.
инчунин дар донишгоҳи давлатии мамлакати тоҷикистон китобхонаи илмӣ фаъолият мекунад ки зиёда аз мушахасан гуфта метавонем ки 569 номгӯи авторефератҳои диссертатсия яъне корҳои илми тадқиқотӣ онҷа мавҷуд мебошанд ки донишҷӯён барои тайёр кардани корҳои мустақилона ё кемереушон рафта аз ин корҳои илми тадқиқотӣ истифода мушаххас истифода мебаранд. инчунин чӣ тавре ки дар боло омӯзгорҳо қайд карданд барои мутахассиси тибқи талаботи ҳозира тайёр кардан бояд институти илмӣ ба институти истеҳсолӣ пайванд бошад. хушбахтона донишгоҳи давлатии мамлакати тоҷикистон ба институтҳои истеҳсолии илмӣ пайваст мебошад. дар дарсҳои амалӣ яъне дарсҳои кемереу бо иштироки мутахассисони институтҳои илмии соҳавӣ дарс гузашта мешавад. чӣ мушкилотое ки дар корхонаҳои истеҳсолии саноатию дигар корхонаҳои мисол саноатӣ мушкилотҳо ҳал мешаванд, баррасӣ мешаванд. натиҷаи тадқиқотот дар намуди мақола чоп шуда донишҷӯён дар маҳфилҳои илмии донишҷӯён ки фаъолият мекунанд ҳар як кафедра таҳти назорати мудири кафедра маҳфили илмии донишҷӯён баргузор мегардад, фикру андеша мекунанд ва дар ҳамин давоми донишҷӯяшон мушкилотҳои соҳаи худашон медонанд. Я студент первого курса Государственного университета финансово-экономического университета Республики Таджикистан, факультета международных экономических отношений. Для меня является источником гордости и чести учиться в этом высшем учебном заведении. Условия, предоставляемые этим учреждением, действительно совместимы, и в то же время процесс обучения полностью соответствует реалиям современности. Ахтамзода Саматло ҳастам, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. ман ки худам дар ихтисоси хадамоти гумрукӣ факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ҳамон донишгоҳи давлатии молия ва иқтисод таҳсил мекунам. дар ин ҷо пеш аз ҳама вақте ки мо донишгоҳро хатм мекунем ба мо ҳамон дипломи соҳаи гумрук ва иқтисод медиҳанд ва ин пеш аз ҳама моро водор мекунад ки аввалан ҳамон омӯзиши худро дар соҳаи иқтисод пурра мустаҳкам кунем ва баъдан боз ба он ихтисосҳои дигар масалан гумрук аст ва дигарҳо майл кунем. агар ин гирем ихтисоси ман ки хадамоти гумрук аст, ман ба ин ихтисос аз хурдӣ яъне ки шавқ доштам ва мехостам ки дар ҳамин ихтисос яъне ки дохил шавам ва хушбахтона ба тариқи маркази миллии тестӣ ба тариқи ройгон ба ин ихтисос дохил шудам ва айни ҳол дар курси сеюм бо баҳои хуб ба олиёне ки таҳсил карда истодам ва оянда мехоҳам ки ҳамчун як мутахассиси соҳаи гумрук ва иқтисод яъне ки донишгоҳро хатм кунам ва баъдан ба ҳамон кишвари худ як хизмати шоёна карда бошам. Сайдализода Гулчеҳра ҳастам, донишҷӯи бахши аввали факултаи менеҷмент ва ҳуқуқи иқтисодӣ, ҳамзамон ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли таҳсили 2021-2022. Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон барои тарбия кардани кадрҳои баландихтисос ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнати ҷаҳонӣ саҳми худро гузошта истодааст. Имрӯз донишгоҳ бо тамоми шароитҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз аст, аз ҷумла китобхонаи барҳаво бо фарогирии адабиётҳои илмиву бадеӣ, толорҳо ва маҷлисгоҳҳо, симфхонаҳои лаборатории замонавӣ ки ҳамаи онҳо метавонанд барои таълиму тарбияи мо насли ҷавон саҳми арзандаи худро гузоранд. ва дар ин баробар мо низ донишҷӯёни фаъол кӯшиш мекунем ки бо такя дар дониши азалии миллати тоҷик ва аз худ кардани илмҳои замонавӣ эътибори донишгоҳамонро дар миқёси мамлакат ва обрӯ эътибори Тоҷикистони азизу маҳбубамонро дар арсаи байналмилал муаррифгар бошем. донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон узви донишкадаи байналмилалии шабакаӣ мебошад ва аз соли 2021 то ин ҷониб дар доираи ҳамин донишкада озмуни бехатарии молиявӣ гузаронида мешавад ва устодони мо ҳама сола донишҷӯёнро тайёр мекунанд ва боиси ифтихор аст ки имсол донишҷӯи мо дар ин олимпиада маҳорати баланде аз худ нишон додааст. сазовори ҷои ифтихорӣ, ҷои дипломи дараҷаи ду гардид ва ин ҳам бошад обрӯи донишгоҳ ва кишварро дар самти байналмилалӣ баланд гардонд. хушбахтона ҳамин соли 2024 аллакай мо ҳам дар озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯ ва пешрафти илму техника ду ҷо гирифтагим, ҳам ҷои якум, ҳам ҷои сеюм. дар олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ як ҷой дар он ҷо гирифтагим, ду ҷой, ҳам назари иқтисодӣ, ҳам технологияи иттилоотӣ.
در یکی از آزمون‌هایی که نهایت در سطح عالی قرار دارد این آزمون این فروغ معرفت است. اگه ما از نگاه علم دقیق می‌دونم خوشبختانه از سالی از 3 سال روی هم است که ما چیکار می‌کنیم در همین آزمون هم از فن متماتیک و هم از فن تکنولوژی اطلاعاتی سزاوار جای می‌گیریم و این سال نیز در همین ماه سپتامبر دور شهری آزمون مزبور گذرانده شد که در اونجا دانشجوی ما سزاوار جای دوم از فن متماتیک گشت. واقعا جای افتخار است که امروز دیگر اقتصاد کشور ما رشد کرده ایستاده است. جای افتخار است که امروز چنین دانشگاه‌های با نفوذ در کشور ما است که این هم از زحمت پیوسته پرزیدنت محبوب کشور ما محترم امامزاده رحمان است برای آنه که واقعا جامعه ما آباد باشد، واقعا نسل جوان کشور دانش خوب از بر کند و در آینده به خاطر همین وطن، همین سرزمین، همین خاک و همین آب و همین دون خدمت کند و فرزندان خود را تربیت کند و از خود نام اینه که یادگار گذارد. مقصد اومدن ما، سرجم شدن ما همین است که از کمبودی ها، از مشکلی ها، از موفقیت ها اطراف این یا آن موضوع البته همراه شما متخصصان بلند اختصاص، همراه شما دانشجویان بالای قد با بیننده اطلاع خوب بدهیم. بازم چیکار کنیم؟ بازم از کدام راه و طرزهای نو و زمانوی کار بگیریم که اقتصاد ما بازم رشد کند و ما توانیم با یک سطح زندگی از این زیباتر باز برسیم. حالا ببینید استقلال برای ما چقدر که استاد عزیزم قید کردن در شرایط امروزه 44 دانشگاه‌های عالی را داده است، حالا که زمانی پیش همگی 13 دانشگاه بود. و انتخاب خودتون میدونید وقتی که دانشگاه‌ها زیاد باشند انتخاب هم البته مشکل می شود و امروزه شاگردای عزیز که در اینجا حضور دارند فکر میکنم در انتخاب کسب باید سراول اندیشه کنند. البته چقدر گفتم با والدین، با دوست داشتن کدام کسب و من باوری دارم که اینا بیشترش با دوست داشتن همین کسب انتخاب کردن، چون که اگر کسب رو ما دوست نداریم نمیخوایم در این کسب تحصیل کرده باشیم و صاحبی این چیزی باشیم. همه چیز از شوق و از ذوق از همون کسبیت میاد. این من خواهش و من فکر میکنم در آینده شما درست گفتید باید سراول اون نفری که ما رو یعنی دانشگاه ما رو انتخاب میکند باید کسب انتخاب کرده خود رو دوست دارد و داند که چی میشود در آینده. دوم قسمت البته به خاطر بازم خوب شدن اقتصادی مملکت که ما در دانشگاه تعلیم میدهیم با حیث آموزگار هستیم، همیشه همه ساله آموزگاران ما در زیاد دانشگاه‌های خارجی کشور با تکمیل اختصاص فرستانده می شود. حالا گفتن ممکن است که دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان با زیاده از 100 دانشگاه‌های خارجی کشور همکاری ها دارد و همه ساله استادان ما در دانشگاه‌های فدراسیای روسیه، قزاقستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری خلق چین یعنی به طور دیگر خیتای تکمیل اختصاص میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر بلند برداشتن دانش و مهارت و انمو استعداد خود بهره آمده در همینجا تطبیق کردن دانش‌های زمانوی که از اونجا بهره گرفتن برای دانشجوی امروزه، برای نفری که تواند کسبیتش رو بلند کند و در آینده در ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی انمون ساحه رو پیش برد. این مقصدی خودی دانشگاه در استراتژی رشد دانشگاه نیز این چیز قید شده است. دیگر مسئله معلم عزیزم درست قید کردن، همیشه بهره بازم تکمیل دادن سایقل دادن آموزش زبانی استادان ما در دانشگاه ما مرکز آموزش زبانی روسی و انگلیسی گشوده شده است و استادان در این مرکز زبان آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی خود را بیشتر سایقل و خوبتر میکنند. وقتی که ما درباره رشد اقتصادات ملی، مالیه، عموما همه قشر جامعه میگیم، همه سمت‌های گوناگون خوجگی قشلا، باید نگفتن آمد که پیش از همه اون سیاستی که دولت و حکومت جمهوری اسلامی پیشه میکند در دوره این سیاست عملی کردن ما و شما با همه موفقیتون نائل میشویم. از جمله اگر در رشته حقوق من سخن کنم، مثلا وقتی که سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان گردید، از جانب کافدرای حقوق اقتصادی مالیوی وزیر کربسونی فاکولته منیجمنت و اقتصادی دانشگاه یک چند چهاربینی ها وابسته به همین سمت برگزار گردید. از جمله آزمون بهترین داننده کمیسیون جمهوری تاجیکستان، برگزار کردن یک چند چهاربینی ها و کنفرانس های جمهوری بین‌المللی، از جمله یک کنفرانسی که مهمه سال جاری برگزار گردید در بخش معرفت حقوقی استفاده برای زمین که امروز زمین رو ببینید چقدر پرابلم ها وجود دارد
و این کنفرانسی که برگزار گردید در اونجا زیاده از 30-40 مقاله ها مجموعه مقاله ها وجود است و در همه رشته ها و نوزکی های معرفتی حقوقی استفاده برای زمین و در صورت به طوری باید شاید استفاده نکردن چگونه جوابگری و مقرر شدن انا با توصیف رسیده است که من فکر میکنم این یکی از پیشروی و یک ساحه مهمی جامعه امروز است. خب ببینید امروز که طی این قدر سالهای مشکلی که یعنی 100 سال ما طی کرده آمدیم و امروز حکومت جمهوری تاجیکستان بهر آماده نمودن متخصصان یک قطار لایحه‌ها و یک قطار پیشبینی‌ها پیشکش کرده است که همه ساله یعنی یک ثمره خوب داده است. ببینید ثمره خوبی آنه که برای جلب نمودن متخصصان و دریافت چهره‌های اساسی و چهره‌های نمایان که برای جامعه سهم گذاشته توانند یک قطار آزمون‌ها که امروز همگان معلوم است ما نمبر نمیکنیم یعنی یک قطار آزمون‌ها هستند که این آزمون‌ها چهره‌های اساسی و تأثیر بخش به چهره‌های دیگری که علاقه میتواند جلب کنه. ببینید سالهای اولی همین آزمونی فرق معرفت ببینیم یا فرق سیب دانی کتاب است ببینیم اشتراکچی کم بودن یعنی امروزها باشد خیلی هم اشتراکچی زیاد شد. اینها هم یک امکانیت هستند که ذوق و ذوق جوانان امروزه ما و شما را بیدار کرده است و در برابر این ببینید مؤسسه های تعلیمی هستند که دارای شرایط های خوبی زمانوی هستند. از جمله ببینید که ما دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد که فعالیت میکنیم که در آنجا 9 لابراتوار یعنی 9 آزمایشگاه مخصوص ما داریم که برای سهم میگذارد برای آماده نمودن متخصص و برای شرط من کردم پیش از همه یعنی وقتی که نظر با عمل پیوست شد ما میتوانیم گفتن که یکی از راههای مشکلات متخصص برای ما حل کرده شد. و دیگر اینکه ببینید ما در یک زمانی قرار داریم که رشد همین فضای اینترنتی یعنی خیلی هم در تمام جامعه پهن است. خیلی که استاد اینجا یادآور شدن یعنی مهم اطلاعات هست یعنی دانشجویان نباید امروز یعنی ما وظیفه اساسی ما آموزگاران همین است که دانشجویان را برای مستقلیت آماده سازیم. یعنی چگونه مستقلیتی دانش از خود کردن اینه که آنها پایبند معلومات ما باشند پایبند یک دو کتابی که در کتابخانه دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد است او باشند یعنی ما آنها را باید دایره همون آموزششان را فراخ نماییم که آنها دریافت اطلاعات جهانی را بیشتر به دست آورده توانند و برای این البته که دانستن زبان‌های خارجی خیلی هم ضرور میشد که در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان گروه‌هایی هستند که زبان تحصیلشان به واسطه روسی است زبان تحصیلشان به واسطه با زبان انگلیسی است که در آنجا استادها درس میگن و همزمان ببینید مرکزی زبان‌های آموزشی خارجی که از جمله روسی، انگلیسی و زبان چینی هم نیز در اینجا جلو و در آینده ما نقشه‌ها داریم که در آنجا زبان فرانسوی و آلمانی هم رو نیز همراه کنیم در این مرکز که بیشتر یعنی دانشجویان در تکنیک و تکنولوژی امروزه می‌برد یعنی زبان‌های گوناگونی خارجی دارد برای درک کردن آنها آموزند و من فکر می‌کنم که آهسته آهسته این مسئله‌ها پس سر میشه و ما اطمینان داریم که جوانان امروزه دانشجویان دانشگاهی مالیه به واسطه برای پیشرفت ساحه اقتصاد در جمهوری نقش بارز می‌گذارند. تشکر. سپاس می‌گویم به هر کدام شما برای آمدن، برای اشتراک، برای ابراز اندیشه‌ها و یک عالم سپاس دیگر به بیننده های نهایت عزتمند میگویم که وقت می‌یابند و برنامه‌های ما را پیگیری می‌کنند. با امید رشد واقعا خوبی اقتصادی کشورمون، با امید ابدی بودن صلح و ثبات در کشور، با امید پرافشان بودن پرچم تاجیکستان بیشت آسا در عرصه بین المللی و با امیدی که لحظه های خوب زندگی نصیب من و ما و شما بگردد. هموطنی عزیز، نقطه میگذاریم به برنامه امروزه. موفقیت، خانه آباد، سعادت و روزگار آسوده براتون تمنا میکنیم. تا نزدیکترین دیدار، خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.